سلامونه بیا هم ستړي مه شئ هغه دوستانو ته سلام چې همدا شېبه زموږ سره یو ځای شوله د درملنې په برخه کې او په دې برخه کې مخکې مې یاده وکړله چې د پوهنتون استاد او همداراز داخله متخصص ډاکټر صاحب سلیمان نصاري را سره مېلمه دی. د دوی سره به پر دې موضوع باندې بحث کوو چې کومې غذاوې دي یا هم کوم خواړه دي چې په روژې مبارکې میاشت کې د انسان وجود ته زیان رسولی شي او همداراز د دې باعث کېږي چې موږ تږي سو او یا هم د خستګۍ احساس وکړو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ او سهار مو په خیر. تاسو ته ډېره مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. خوشحاله چې نن مو له ځان سره لرو که پر دې موضوع را سره وغږېږئ چې کوم خواړه دي چې باید استفاده ورځینې ونه شي تر څو موږ په روژې کې نه تږي سو د تږتیا احساس وکړو یا هم د داسې احساس وکړو چې داسې کاسیل یا هم دا بل ډول واوسېږي. کوم خواړه باید استعمال نشي په روژه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده هایی که اکنون برنامه ما شما رو مشاهده میکنه. امیدوار هستم که همه لباس عافیت بهتر داشته باشند. بحث روزه‌داری و ماه مبارک رمضان که متفاوت از دیگر ماه هست و این ماه چون امر الهی است و یک نقطه الهی است که انسان ها باید این ماه روزه بگیرند و روزه گرفتن معنای از این هست که یک فاقگی طولانی را اینا متحمل شوند که از اون صبح صادق تا غروب آفتاب که شام میشه غذا نمیکنن. از لحاظ طبی بعض وقت یک سلسله مشکلات های سیستم هاضمه پیدا میشه و از لحاظ فیزیولوژی بالای وجود انسان یک سلسله تغییرات می از جمله مثل ما در 11 ماه صبح چای شو نان میخوریم ولی اینا وعده ها تغییر میخوره، بعد از افطار میشه، بعد از پس شو میشه. از این خاطر یک سلسله مشکلات ها انسان ها دچار میشن که نیاز دارن به دکتر صاحب مراجعه میکنن و توصیه نیک شود. غذایی که در ماه مبارک رمضان استفاده شود حاصل امی خود مفهوم روزه معنای ازی است که انسان فاقگی را تحمل کنه، گرسنگی را تحمل کنه و قانون طبی امی است که وقتی انسان غذا میگیره و همه وقت غذا به مصرف میرسه یک مقدار ذخیره میشه و وقتی که انسان 8 ساعت اضافه غذا نگیره وجود مجبور میشه که از ذخیره های خود مصرف کنه که یک بود بسیار صحت طبی هست، کمک میکنه. یعنی اگر ما وعده ها را تغییر بدیم، در افطاری غذای بسیار زیاد بخوریم، در پس شو غذای زیاد بخوریم، یعنی مفهوم روزه را ما نتونستیم که درست انجام بدیم. یعنی خود روزه یکی از حکمت‌هایش همین هست که انسان باید فاقگی بکشه. خب از اون جمله غذاهایی که میتونه کمک کنه و ما انواع غذاها داریم که سوال شما می هست که از تشنگی جلوگیری کنه و از گشنگی های طولانی مدت جلوگیری کنه. غذاهایی که حاوی نشایسته هست، حاوی کربوهیدرات هست، فایبرها هست که وجود انسان از لحاظ طبی غذایی که با حاوی فایبر هست به راحتی میتونه هضم کنه و غذاهایی که در ترکیب خود کربوهیدرات دارن نشایسته دارن. یعنی همه غذا مثل اگر در یک وقت آدم برنجم بگیره، نان خوشم بگیره، کچالوان بگیره، این هر کدامش نشایسته از خود داره. برای وجود یک ذره مشکل میشه، ثقیل میشه هضم کردنش. خوب است که در ماه مبارک رمضان در افطاری اما قسمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که شما یک جرعه آب یا خرما بگیرید افطار کنید. خود خرما از لحاظ ترکیب مواد غذایی و ویتامین هایی که در داخل هزو هست بسیار قوی هست نظر به دیگه، یعنی پروتئینش برای نظر به دیگه بسیار زیاد هست. بعد از او چیز دیگه که از آب هست که وقتی که آب با خرما نوشیدن میشه داخل سیستم هاضمه میشه و یک چیز خوبی که گلوکوزی که در خود خرما هست زود جذب میشه و خصوصا عسل از تعریف کردن که در 7 دقیقه جذب میشه داخل دوران خون میشه. اول باید از این از عسل استفاده شه. اصل واجد خرما معمول از ضربت نما شما و این به خاطر که وقتی که شیرین داخل میشه چون وجود انرژی که دماغ با مصرف میرسونه گلوکوز هست و در طول 15 16 17 ساعت دیگه مملکت ها نظر به ساعتاشون فرق میکنه. حتی در مملکت های اروپایی 21 ساعت مردم روزه میگیرن. اینا چیز نخوردن چون دماغ افسرده میباشه. باید یک چیز شیرین گرفته شود که گلوکوز داشته باشه تا پس امو خستگی انسان رفع شود. زیادتر ترکیب خوب امی عسل و خرما میتونه باشه. بعد از او استفاده از آب هست که چون وجود آب ضرورت داشته. بعد از او نماز شام که خوانده شد و غذا هست که اینجا
یک ذره دقت کار داره، به خاطر که در افغانستان قسم رواج هست که دیگه معده تحت بمباردمان مواد غذایی قرار میگیره، انواع بازی نمی باعث دمش میشه و باعث هارت برین یا دلجوشی میشه، ناراحتی های معده رو بار میره. اگر در این واده غذا به اندازه گرفته شود، چون ما الحمدلله در جامعه خود تراویح داریم، ختم داریم، وقتی که میریم به ختم 20 رکعت تراویح رو میخوانیم، 9 رکعت نماز خفتن، یک فاصله خوب هست. اگر احیانا کمکی غذا هم گرفته شود مشکل نیست، در جریان این وقت 1 ساعت 1 و نیم ساعت هضم میشه، چون یک ورزش هست. و بعد از او چیزی که بسیار کمک کننده دیگه هست، در پس شب اینا میتونن از غذاهای ملائم استفاده کنن، یعنی میتونن که از تخم یا قیماق یا شیر، عسل، مربا، اینا راحت هستن، سبک می باشن. و بدبختانه که یک تعداد غذاهای زیاد را که استفاده میکنن در جریان روز، اینا بسیار دلجوش میشن، نفبات پیدا میکنن، ناراحت میشن، که این خودش قوی بودن همون غذا هست که اگر دال نخود بخورن یا برنج و گوشت یا قوی بخورن، این خودش چون سر شام خوردن مزاج پس شبیه تقریبا به چای صبح انسان میمونه. چای صبح که ما شما معمولا میگیریم نزدیک هستند و اونا مفاصله هم کمی کوتاه میباشه، یعنی از لحاظ فیزیولوژی معده به مت یک چیز آماده هست که باید گرفته شود. و چیزی که در تحقیقات آخر نشان میده که نمیمونه انسان که زیاد تشنه شود، گرفتن مایات بسیار مهم هست. حتی 6-7 گلاس آب یا 3-4 لیتر باید گرفته شود در جریان که افطار میشه تا چی پس شود، هر در وقفهای مختلف متفاوت. و یک دانه ایل بعد از اینکه افطاری پس شبی خلاص میشه ایل بگیرن بخورن. این میگن امی افرازات خود لاب دهن قسمه یار میکنه که از تشنگی جلوگیری میکنن. همین تحقیقات های نوی که نشان داده امی کمک کننده است. و گرفتن تربوز اینا هم میتونه که کمک کنه، به خاطر از اینکه او خودش مایات داره و مایع هست، ترکیب گلوکوز داره، خستگی دماغ برای. ولی چیزی که باید جلوگیری شود، از چیزایی که جلوگیری شود، چیزای بسیار سرخ کرده مثل بانجورمی رو در روغن سرخ میکنن و اینی در جریان روز انسان یا خالی تخم سرخ میکنن، یا خالی تخم سرخ، یا اینی نوشابه‌بار به گازدار که کافین در ترکیب خود داره. خود کافین از لحاظ طبی پرودکت ادرار زیاد میکنه، یعنی مایات از وجود فرار میده که خودش باعث یک نوع تشنگی میشه که کافین در ترکیب. مثال امی نوشابه که ما شما استفاده میکنیم کاملا در رمضان معصیت خود نداره که به اندازه مشکل خود داره. بهترین چیز آبای طبیعی هست. اگر ما بتونیم آب زردک استفاده کنیم از خود زردک، این بسیار به وجود مؤثر هست که ترکیب ویتامینای خوب هم به خود داره. و آب عادی که ما داریم مثال از دوغ، چون یک ذره گنگسیت بار میره، روزا بسیار شبا کوتاست، روزا دراز هست، خوابالود میسازه. این نزاکت هایی هست که از لحاظ WHO از لحاظ فود پلانینگ یک سیستم خاص خود داره که اجرا شود. در کتاب‌های زیاد این باره تحقیق شده، بحث‌های زیاد هست. امیدوار هستم که هر بیننده ما دکتر خود هست و اینا میتونن که خود حیار کنن. بعض وقت وجود حساس هست، از انسان ها متفاوت است، در بعض غذاها سازگار نیستن. اینا اما را عجز کنن، بفهمن، مطالعه کنن، بعد از اون چیزایی که راحت تر هستن از اون میتونن استفاده کنن. یک چیز دیگه هم گرچه اکثر سوالای ما با صحبت‌های خودتون حل شد، یک چیز دیگه که عالی خوب چون هوایی هستن با آب و خضر زیاد ضرورت نیستن، از این بعد هوا شاید گرم شود چون جوزها داخل میشن. اکثر دوستایی هستن که در وقتی که روزه را افطار میکنن سر به سر چندین گلاس آب نوشجان میکنن. این چی گونه هستن؟ آیا تاثیرات منفی خود دارن یا ندارن؟ اتفاقی که وجود یکی درجه حرارت اگر از 35 و 6 بالا میره، یعنی خود کندیشن وجود انسان یک حرارت مخصوص خود داره و این در هر 36 سال روزه تفاوت میکنه. اگر از اول عمل شروع شد در روز تا آخر سال حالا ما شما در فصل گرما هستیم. در گرما میتونه که بعض وقت آب خورش پیدا کنه انسان. بعضی کسا سپورت میکنن، بعضی کسا در دفترها و فعالیت‌های فیزیکی در بیرون انجام میدن، نهایت تشنه میشن و بعد از اینکه اینا افطار میکنن یک گلاس آب میخورن، هیچ هم خورده میرن به حساب عوام شما میگه آب خورشی برشان داشتن. این خوب است که اینا از لیمو استفاده کنن و از چای استفاده کنن، نوی میتونه که اینا رو کمک کنن.
ولی خوبی است که نظر امی خود وجود انسان 70% مائع هستک. اوتپوت یعنی چقدر که در وجود هم توسط تبخیر حرارتی که تنفس میکنیم و عرق میریزه و این مواد آب که خارج میشه از وجود انسان توسط ادرار، اینا کلش اوتپوت خارج میشه. باید ما این اعاده کنیم پس گرفته شود و این بسیار خوب هستک. و چیزی که بسیار در اوایل اکثر کسایی هستند که در اوایل از نوشابه‌جات گازدار استفاده میکنن. او بسیار مشکل پیدا میکنه، به خاطر از اینکه او خودش یک قندی که دونا استفاده شده و دیگه گازی که دونا هسته که کافینی که دونا انداختن اونا و خودش یک سلسله مشکلات ها بار میرند. درست از برای سیستم هاضمه که بعض وقت میگن که غذا را هضم میکنه کمک کننده هستک، ولی در ماه مبارک رمضان در کل در جریان روز باعث تشنگی انسان میشه، بعد طولانی مدتشان باعث پوکی استخوان و مشکلات های دیگر هم بار میره. خوبی است که همین آب لیموی طبیعی خود ما اگر بتونن دوغ و آب و بعد از او از آب چای استفاده کنن که اگر یک آب یک سرد خوردن مشکل است که تشنگیشون رفع شود، زیاد از آب میگیرن. خوب است که به مو آب گرم هم خدا چی کنن، چای گرم عادت بتن. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که آمدین و دعوت ما را پذیرفتن. انشالله که از این توصیه‌ای که شما داشتین برای بیننده ها انشالله که استفاده میکنن و در جریان روز با هیچ مشکلی روبرو نخواهد شدن. سلامت خوش باشین دکتر صاحب. تشکر زنده باشین. سلامت. ډیر زیات من د دین وروسته به مسعود امیری راځي د هغوی سره به هم بحث او خبرې کوو، خو د هغې نه وروسته د مولانا جلال الدین محمدي بلخي په اړه باندې معلومات دي دغه وګورئ، بیا هم را سره ملتیا وکړئ. موږ له تاسو سره جلال الدین محمد بلخی. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا مشهورترین شاعران پارسی گویاست. نام کامل وی محمد ابن محمد ابن حسین حسینی بوده و در دوران حیات به القاب جلال الدین و مولانا نامیده می شده است. زبان مادری وی پارسی بوده، مولوی زاده بلخ و در زمان تصنیف آثارش همچون مثنوی در قونیه در دیار روم میزیست. با آنکه آثار مولوی برای عموم جهانیان است، ولی پارسی زبانان بهره خود را از او بیشتر می دانند، چرا که حدود 60 تا 70 هزار بیت او فارسی است و خطبه ها و نامه ها و تقریرات یعنی تعالیم او به شاگردانش که آن را ثبت کردند و به فارسی غیر ادبی و روزانه هست، او نیز به فارسی می باشد و تنها حدود 1000 بیت عربی و کمتر از 50 بیت به زبانهای یونانی، ترکی شعر دارد. آثار مولانا به علاوه مناطق فارسی زبان تأثیر فراوانی در هند و پاکستان و ترکیه و آسیای میانه گذاشته است. آثار مولانا تأثیر فراوانی روی ادبیات و فرهنگ ترکی نیز داشته است. دلیل این امر این است که اکثر جانشینان مولوی در طریقه تصوف مربوط به او از ناحیه قونیه بودند و آرامگاه وی نیز در قونیه است. برخی مولوی شناسان از جمله عبدالحسین زرینکوب برانند که در دوران مولوی زبان مردم کوچه و بازار قونیه زبان فارسی بوده است. جلال الدین همایی در این رابطه به این بیت پسر مولانا که پس از چند بیت عربی آن را سرود اشاره می کند. جلال الدین مولوی دارای 2 اثر به نظم و 3 اثر به شعر است که کوتاه معرفی آنها قرار ذیل است. مثنوی معنوی اثر گرانسنگ مولانا که شامل حکایت‌ها، روایت‌ها، مثل‌ها و تمثیل‌ها می باشد. دیوان شمس یا دیوان کبیر. این کتاب شامل غزلیات پرشور مولانا است در همراهی قصاید و رباعیات وی که گاه رباعیات آن به صورت جدا نیز منتشر شده است. مجموعه غزلیات شمس که توجه حضرت مولانا بیشتر به شیدایی موجود در کلمات بود تا قوالب ظاهری و وزن و سایر ملزمات شعر تعداد ابیات غزلیات به 50,000 بیت می رسد.